مرغ سحر تئوری موسیقی از صفر. چیزی که باعث میشه موسیقی توی گوشمون بمونه ملودی یک دنباله از نوت هاست که با ضرب آهنگ خاصی در کنار هم قرار میگیرن و یه آهنگی رو میسازن که ما نمیتونیم فراموشش کنیم. ملودی همون حسیه که وقتی برای اولین بار یه آهنگی رو میشنویم سریع به ذهنمون میره و اون چیزی که این حس رو میسازه زیر و بمی نوتا و ضرب آهنگ خاص اون ملودیه. اما ملودی بدون ریتم هیچ وقت کامل نمیشه. ریتم همون الگوی ضربیه که همه چیز رو هماهنگ میکنه. هر ضرب و هر حرکت یک جایگاه خاصی داره. از ضربات قلب گرفته تا حرکت زمین به دور خورشید و شب و روز، همه چیز در طبیعت ریتم داره. حالا این ریتمی که در موردش صحبت کردیم انواع مختلفی داره. ریتم ساده، ریتم ترکیبی و ریتم لنگ. در ویدیو بعدی دقیق تر به انواع ریتم میپردازیم. همچنین آماده باشین که قراره در مورد هارمونی هم صحبت کنیم. پس همین الان ما رو فالو کنین تا هیچ کدوم از قسمت‌های ویدیوهای آموزشی ما رو از دست ندین.